از جانب ساکنان جماعت‌های دهات، مؤسسه‌ها، مرکزهای هنرآموزی و کارخانه و تشکیلات شهر ترسونزاده محصولات آرایشی از سنگ آماده گردیده به نمایش گذاشته شد. نمایش مصنوعات کارکرد سنگ‌های آرایشی شعبه فرهنگ جماعت دهات قره‌طاق، رباط به نام جوره رحمانов و جمعیت دارای مساحتش محدود مونیس 95 از بهترین‌ها ارزیابی گردید. دستنج هنرمندان اسماعیل رحیمов از دهه بتاش جماعت دهات قره‌طاق و هنرمند مخصومجان هادیев از جماعت دهات رباط جوابگوی طلبات نظامنامه آزمون بوده. این هنرمندان شایسته زینه‌های اولی آزمون دانسته شده جهت اشتراک در آزمون جمهوری را خط گرفتند. و ما به خلاصه آمدیم که باوری کامل هم داریم که من بعد مردم با سنگ سر و کار میکند، چون که 93% جمهوری ما را کوهستان البته از جنس‌های کوهی عبارت است. همه آن جنس‌های کوهی که در کشور ما وجود دارند از آنها مصالح آفریدن ممکن است، یکی واسطه‌های برای روزگار، واسطه‌های آرایشی از سفالک‌های رنگ سر کردن تا هیکل و تمام جواهرات را از این نمودی سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان استحصال کردن ممکن است که این یک واسطه رشد هنرهای مردمی و با جای کار تامین گشتن مردم کشور می‌گردد. و از امروز ما آزمون نمایش به خلاصه آمدیم که و مردم مهارت و ملکه از سنگ ساختن همه گونه اشیاء را جهاز را دارد. مقصد تشکیل نمودن چنین آزمون احیای هنرهای مردمی، ترغیب و تشویق فرهنگ ارزش‌های مصنوعات و کارکرد سنگ‌های قیمت‌بهای آرایشی، وسعت دادن کارکرد سنگ‌های آرایشی، همزمان ارجح‌گذاری به مهنت استحصال کننده مصنوعات کارکرد آرایشی، به این وسیله معرفی نوع‌های گوناگون کارکرد سنگ‌های قیمت‌بهای آرایشی تاجیکستان به حساب می‌رود. قابل قید است که در هر یک منطقه تاجیکستان مصنوعات کارکرد سنگ‌های آرایشی با طرز و اسلوب خاص آماده گردیده. با همین مقصد آزمون ترغیب و تشویق آن میباشد. اینچنین برگزاری آزمون‌های مذکور هوسمندی هنرمندان و اختراعکاران را در این سمت افزون نموده جهت رقابت‌پذیری مصنوعات کارکرد سنگ‌های آرایشی مساعدت می‌نماید. گزارش خورشید علیمون فیروز میرزایف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.